الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما خواهران و برادران عزیز و بیننده های گرامی، امیدوار هستم که ایام زمستان را به صحت و عافیت کامل سپری کرده باشید و خیلی خوشحال هستیم و افتخار میکنیم که الحمدلله امروز از طریق بنیاد حیات در کنار شما عزیزان هستیم که برنامه امروزی ما کاملا خاص و ویژه می باشه و توزیع غذا برای فامیل های نیازمند و اطفال می باشند که اکثریتشان در جاده ها و سرک ها مصروف کار هستند و امروز با دادن یک وعده غذایی برای اینها ما میتونیم که لبخند بر لبانشان و امیدی برای زندگیشان برایشان هدیه بدهیم و این همچنان برنامه بودم که جلال داخل آمدن اطفال در مرکز آموزشی حیات هستند و تا آخر برنامه ما را بیننده باشید. السلام علیکم و رحمت الله. بازم شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه ما و قسمی که شما بیننده هستید اکنون در بین اطفال نازنین هستیم که شامل پسرها و دخترایی هستند که متاسفانه بابت بسیار از مشکلات نتوانستند که ادامه تحصیل کنند و در درس خوندنی پابندی داشته باشه. بنابراین اینها هر هفته در مرکز آموزشی حیات به طور رایگان برشان تدریس صورت میگیره و حالا هم که جریان تدریس اطفال نازنین هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب هستید؟ زمستان بخیر سپری میکنید؟ خب الحمدلله که خوب هستید. خب شاگردای نازنین، امروز ما اولا که شما رو خوش آمدید میگم در مرکز آموزشی حیات و خیلی هم خوشحال هستیم که در خدمت شما اطفال نازنین قرار داریم و درس امروزی ما که ما برای شما ارائه میکنیم درسی است راجع به ایمان. درست؟ درس ما در مورد چی است؟ ایمان. درست؟ یعنی خود ایمان چی معنا داره، چی مفهوم است و اما قدر که میگیم باید ایمان داشته باشیم یعنی چی؟ هدف از ایمان چی است؟ درست؟ خب اولا میگیم که خود ایمان به معنای تصدیق کردن و باور کردن است. ایمان به معنای چی است؟ بله، تصدیق کردن و باور کردن است. درست؟ یعنی چی؟ یعنی یک شخص مسلمان باید به بسیاری از احکام دین مقدس اسلام باید اونها را تصدیق بکنه و باید اونها را قبول بکنه و باید به احکام از او پابند باشه. درست؟ خب امی که میگیم ایمان یعنی تصدیق کردن و باور کردن، یعنی به این معنا که تصدیق کردن در قلب و اقرار کردن به زبان است. درست؟ یعنی یک شخص مؤمن مسلمان، قسمی که در حدیث و آیات قرآن کریم این ذکر شده است، یک شخصی که مؤمن مسلمان هست پس باید به 7 مورد باید چی کنه؟ ایمان در قلب داشته باشه و اقرار بر زبان بکنه. یعنی این 7 مورد در قلب خود خوب جای بده، او را با تمام احکامش در قلب خود یعنی جای بده، تصدیق بکنه و قبول بکنه و او را به زبان جاری بکنه و به زبان اقرار بکنه. درست؟ این 7 مورد چی است؟ یعنی یک شخص مسلمان باید ایمان به کدام موارد داشته باشه؟ اولا یک شخص مسلمان باید ایمان به الله متعال داشته باشه. ایمان به کی داشته باشه؟ بله. یعنی چی؟ یعنی ذات الله سبحانه و تعالی را در قلب خود با جای بده که الله متعال ذات یکتا و یگانه هست، شریک مانند نداره، در صفات خود، در عبادات خود و در احکام خود یکتا و یگانه هست. درست؟ یعنی ذاتی است که یکتا و یگانه هست، به چیزی نیازمند نیست. الله سبحانه و تعالی یعنی نعوذ بالله مشابه با مخلوق نیست که پسر داشته باشه و یا هم پسر شخص دیگه باشه. نه خیر، الله متعال یک ذاتی هست که او خالق ما و شما هست و ما و شما مخلوقاتش هستیم. درست؟ پس ایمان اولا باید یک شخص ایمان به الله متعال داشته باشه. بعد از او باید ایمان به پیامبران داشته باشه. ایمان به کی داشته باشه؟ بله، ایمان باید به پیامبران داشته باشه. یک چگونه انشاءالله باز هر هفته در مورد یک از عنوانای ما درست جداگانه داریم و بر شما ارائه میشه که ایمان با کدام معنی می باشه و چگونه باید به ایمان داشته باشیم. درست؟ ایمان به پیامبران. در قدم سوم باید یک شخص مؤمن مسلمان ایمان به ملائک داشته باشه. ایمان به کی؟ بله، ایمان به ملائک داشته باشه. بعد میگیم ایمان به کی داشته باشه؟ ایمان به کتاب‌های آسمانی. با کدام کتاب‌ها؟ بله، به کتاب‌های آسمانی.
بعد میگیم یک شخص مسلمان باید ایمان به روز آخرت داشته باشه. و کدام روز؟ بله، ایمان به روز آخرت داشته باشیم. و بعد میگیم یک شخص مسلمان باید ایمان داشته باشه به تقدیر خود. به چی خود ایمان داشته باشه؟ بله، تقدیر خیر و شر هر دوش از طرف کی است؟ بله، تقدیر خیر و شر یک شخص از طرف الله سبحانه و تعالی می باشه. درست؟ خب بعد میگیم در حدیث به علاوه از این موارد دیگر هم ذکر شده که باید یک شخص مسلمان ایمان داشته باشه. چنانچه در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماد یک شخص مؤمن مسلمان باید چی؟ به زنده شدن بعد از مرگ. بله؟ زنده شدن بعد از مرگ باید ایمان داشته باشه. یک شخص مؤمن مسلمان باید به بهشت ایمان داشته باشه. به چی؟ بله، در مقابلش باید به جهنم ایمان داشته باشه، باید به حساب کتاب ایمان داشته باشه و باید به پل صراط ایمان داشته باشه. درست؟ یعنی این مواردی هست که البته تمام از ایمان‌های کلی هست. هر هفته ما در مورد یک از این موارد انشاءالله بحث میکنیم، صحبت میکنیم که چگونه باید به یا ایمان داشته باشیم. درست؟ اما در کل باید یک شخص مؤمن مسلمان به این موارد ایمان داشته باشه. ایمان به این معنا یعنی در قلب خود چی کنه؟ تمام از تصدیق بکنه. زمانی که در قلب خود تصدیق کرد باید به زبان هم در مورد از اقرار بکنه. یعنی که ما شما در قلب خود تصدیق کردین و به زبان اقرار کردین، پس به این معنی که ما چی داریم؟ ایمان داریم. درست؟ فهمیده؟ السلام علیکم و رحمت الله. بازم شما رو خوش آمدید میگم به ادامه برنامه ما. و اکنون ما در آشپزخانه مرکز آموزشی حیات هستیم و ما مصروف بسته‌بندی مواد غذایی برای فامیل و برای فامیل ها و اطفال نازنین هستیم. و خیلی هم تشکر میکنم از اساتید مرکز آموزشی حیات بابت همکاریشان و الله متعال برایشان اجر عظیم و کثیر نصیب بگرداند. Thank you.